سلام، جلال سبزواری هستم، مدیر آموزشی آموزش آنلاین اسپریچو. این ویدیو به شما آموزش میده که چطور از درس‌های تعاملی که براتون طراحی شده استفاده بفرمایید. وقتی که یک درس رو انتخاب می‌فرمایید، چنین صفحه‌ای جلوتون باز میشه. در قسمت چپ صفحه شما یه منوی دارید که قسمت‌های مختلف این درس رو بهتون نمایش میده و بالا و پایینش هم دو تا فلش دارید که به وسیله اونا میتونید از هر قسمتی به قسمت بعد برید توی درس. برای اینکه دید بهتری داشته باشید میتونید اینو تمام صفحه کنید و حتی اگر دوست داشتید میتونید این قسمت رو حذف بفرمایید و به وسیله این دکمه ها پیش برید توی درس. درس ها به این صورت طراحی شدن که توی قسمت اول ما رو با موضوع درس آشنا میکنن. مثلا توی این درس نمونه یه عکسی به ما نمایش داده شده و 2 تا سوال مطرح شده که ذهن ما آماده این موضوع بشه. بعد توی قسمت بعد ما میتونیم با گوش کردن به این فایل صوتی چک کنیم که ببینیم خب آیا حدسیات ما در مورد این درس و در مورد این موضوع تا چه حد درست بوده. و عملاً آموزش ما از این قسمت از زمانی که ذهنمون آماده میشه شروع میشه. از این بعد یه سری حالا تصویر، فایل صوتی یا تصویری و یه سری سوال داریم که این سوالا به طوری طراحی شدن که اون موضوعی که این درس میخواد به ما آموزش داده بشه رو برای ما مشخص میکنه و به همون آموزش میده. توی این سوال هایی که طراحی شده وقتی که ما سوال ها رو جواب میدیم، مثلا توی این قسمت ما باید این فایل صوتی رو گوش کنیم و این سوال ها رو جواب بدیم. وقتی جواب دادیم با فشردن این دکمه چک میتونیم ببینیم که آیا جوابمون صحیح بوده یا نه. اگر نبوده میتونیم با فشردن این دکمه دوباره سعی کنیم و جواب صحیح رو انتخاب کنیم، یا اینکه جواب صحیح رو با فشردن این دکمه متوجه بشیم و به قسمت بعدی. توی قسمت بعدی همونجور که میبینید توی این درس خاص یه ویدیو گذاشته شده برای ما که این ویدیو رو باید نگاه کنیم و این جاهای خالی رو پر کنیم. خیلی راحت با کلیک کردن روی این جاهای خالی و تایپ کردن جواب اینا رو پر میکنیم. دستورالعمل ها هم داده شده همینطور که میبینید و دوباره میتونیم اینو دکمه چک رو فشار بدیم، جوابمون رو چک کنیم، اگر دوست داشتیم دوباره تکرار بکنیم یا جوابهای صحیح رو ببینیم که یاد بگیریم. همونجور که خدمتتون عرض کردم این تمارین جوری طراحی شده که ما اون موضوع رو یاد بگیریم. به عنوان مثال توی این درس خاص موضوع ما گرامر. وقتی اینا رو انجام میدیم کم کم تا اون قسمت آخر درس ما این موضوع گرامری رو یاد میگیریم. برای همین اگر توی این قسمت من اینو انجام دادم و جوابم غلط بود اتفاق خاصی نیفتاده، چون این تمارین و این سوال‌ها جنبه آزمون ندارن و برای ارزیابی نیستن، برای آموزشن و با انجام دادنشون و جلو رفتن و به صورتی طراحی شدن که اون موضوع به ما آموزش داده میشه. خب همونجور که میبینید من این قسمت ها رو جلو میرم، قسمت های مختلف آموزش این موضوع تا صفحه آخر میرسم. توی صفحه آخر یه گزارشی به ما میده که چند تا سوال بوده، چند تاشو من درست جواب دادم، چقدر توی صفحاتم پیشرفت کردم که شما متوجه شدید من فقط 2 تا صفحه رو روش مکس کردم، 3 تا قسمت دیگر رو خیلی مروری فقط ازش رد شدم، برای همینجا 40% نمایش میده. و چقدر توی این تعاملات
شرکت کردم اینجا 13%، فقط یه جا یا 2 جا من دکمه چک رو فشار دادم که توی اون 10-11 تا حالا مورد بوده و از این 30 مورد که 13% بوده هیچ کدوم هم جواب ندادن. وقتی این گزارش رو میبینم میتونم پیشرفت خودم رو ببینم و انتخاب کنم که دوباره با این دکمه درس رو کامل مرور کنم، یعنی برگردم از اول درس رو کامل مرور کنم. و یا اینکه حالا اگر پیشرفتم و نسبتاً راضی باشم میتونم از گزارشی که این پایین بهم میده، به این قسمت اول بوده که عملاً هیچ سوالی توش مطرح نشده، قسمت دوم که اینجا میبینید لیسنینگه 2 تا سوال بوده و امتیاز منو میتونید توش ببینید، قسمت سوم که مال اون ویدیو کلیپ بوده دوباره امتیازم مشخصه و من از اینا میتونم انتخاب کنم که حالا اگر از پیشرفتم توی قسمت اول و مثلا دوم راضی بودم ولی توی قسمت سوم نیاز به تمرین و تکرار دارم، از این منوی بغل مستقیم برم سراغ این قسمت سوم و اینجا رو انجام بدم بدون اینکه لازم باشه درس رو از اول شروع کنم و تکرارهای مناسبی داشته باشم تا این درس رو کامل یاد بگیرم. همونجور که اول هم خدمتتون عرض کردم این ویدیو صرفا برای اینکه شما از یاد بگیرید از این درس‌های تعاملی چطور استفاده بفرمایید و موضوع درس میتونه متفاوت باشه ولی چگونگی استفاده کردن از این درس‌ها به همین شکله. مورد دیگه‌ای که حتما عزیزان باید دقت بفرمایید اینه که بعد از تکمیل کردن درس این دکمه سابمیت ریپورت رو حتما بزنید که نتایج براتون ثبت بشه. امیدوارم موفق باشید و این درس براتون مفید باشه.